سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 10 می در خدمت شما. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 10 می با یک سفر رسمی وارد دوشنبه شد و او را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نزد قصر ملت در مرکز پایتخت استقبال گرفت. بعد استقبال با شکوه رسمی امام علی رحمان و اشرف غنی درباره همکاری‌های دوجانبه و به خصوص تامین امنیت در مرز طولانی تاجیکستان و افغانستان صحبت کردند. دو رهبر در بیانیه مشترک گفتند تلاش می‌کنند این مرز تاجیکستان و افغانستان را به مرز ثبات، دوستی و همکاری تبدیل بدهند. ناامنی در شمال افغانستان که با تاجیکستان مرزی طولانی دارد سبب نگرانی‌ها از ورود تندروان به تاجیکستان شده است. در مذاکرات موضوعات امنیتی و تحولات جاری سیاسی مفصلاً بررسی کرده‌اند. در این جهت تلاش فعال و صادقانه همه کشورهای منطقه و شریکان آن در چارچوب یک استراتژی واضح و هدفمند کاملا ضروری است. مبارزه علیه معاملات غیرقانونی مواد مخدر باید چون جزئی حتمی مبارزه با نیروهای تروریسم و اکستریمیسم شناخته شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طرح کاسه هزار را که انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد رمزی همکاری‌های کشورش با کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی کرد. کاسا تنها پروژه نیست. کاسا سمبول است، کاسا نمونه است و کاسا نشانه اراده است. آسیایی را که از هم جدا شده بود، کاسا دوباره وصل شد. در حضور سران کشورها همچنین سازشنامه درباره استرداد متهمان به جنایت امضا شد. سیل و باران شدید در شمال تاجیکستان شام 9 می جان 3 نفر را گرفت و سبب خسارات زیاد شد. مقامات روز 10 می به رادیو آزادی گفتند جسد 2 ساکین ناحیه عینی و 1 ساکین ناحیه پنجکند را که ضمن بازگشت به خانه سیل برده است امروز پیدا کردند. سیل و توندباد نه تنها در این دو ناحیه بلکه در تمام ولایت سوغد بیدادگری کرد. در نتیجه وزیدن شمال سخت درختان کنده شده با بالای ماشین‌های شخصی و اینچنین بیناها، مثلا در ناحیه باباجان غفور و با بینای بیمارخانه مرکزی ناحیه درختان چپه شدند و این حالت سری وقت از طرف نجات دهندگان ستاد ولایت و اهالی گرد و اطراف برطرف کرده شد. مقامات گفتند سیل و توندباد در ولایت سوغد به 10 خانه، مکتب و بیمارستان و راههای نقلیاتی و صدها گکتر زمین‌های کشت ضرر زیاد رساند و حالا حجم خساراتی رسیده مشخص می شود. در شهر دوشنبه مُحاکمه بزرگمهر یاروف یکی از وکیلان دفاع شناخته ادامه کرد که او را به قلابی و برانگیختن کینه و عداوت و یا نیزای ملی و مذهبی متهم کنند. با محاکمه روز 10 می برخلاف روزهای پیش دیپلمات‌های خارجی و از جمله از سازمان امنیت و همکاری اروپا و خبرنگاران از جمله خبرنگار رادیو آزادی راه یافت. بزرگمهر یاروف که از حقوق 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی حمایت می‌کرد ماه سپتامبر سال گذشته دستگیر شد. این حزب حالا سازمان تروریستی اعلان شده است. خویشاوندانش میگویند که بزرگمهر یاروف خود را بیگناه می‌شمارد و گفته است که بازداشتش انگیزه‌های سیاسی دارد و او هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی از حکومت تاجیکستان خواستند این وکیل دفاع را آزاد کند. گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org نشر می شود. گروه از خبرنگاران پژوهشی اولین بار اطلاعات درباره حساب‌های آفشوری سیاستمداران و افراد ثروتمند را در اینترنت نشر کردند و نام 10 شهروند تاجیکستان هم در آن هست. ائتلاف خبرنگاران پژوهشی اطلاع درباره 200,000 شرکت آفشوری را که از شرکت حقوقی پاناماگی موساک فونسکا به دست آوردند روز 9 می نشر کردند. در میان آنها در برابر نام صاحبکاران شناخته تاجیک بهزاد فیض‌الله و بختیار مومنوف نام‌های دیگر به نام منصور جان حمیدوف، ظریف بیک دولت و فیروزه اکرمووا و چند نفر دیگر هست. در مجموع نام 10 شهروند تاجیکستان در این فهرست دیده می شود. خبرنگاران می گویند سیاستمداران و بعضی از افراد ثروتمند
پولهایشان را در منطقه‌های افشاری می‌گذارند تا در وطن خود مالیات نسپارند. دیپلمات‌های تاجیک در روسیه با استفاده از منبرهای مسجدها مهاجران کاری را به شرکت در رایپرسی روز 22 می تشویق می‌کنند. در 3 شهر روسیه که میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است 3 نقطه رایدهی باز کردند. گروه تبلیغاتی سفارت تاجیکستان در مسکو آخر هفته گذشته در مسجد مرکزی پایتخت روسیه بود، ولی ضمن ملاقات مهاجران بیشتر درباره رعایت حقوق خود و آسان‌تر کردن مقررات اجازه‌گیری و کار در روسیه پرسیدند. اکثر شهروندان جمهوری تاجیکستان که مهاجران مهنتی ما میباشند در این واخوری غیر از مثلا سوال جواب اوید به رایپرسی عمومی خلقی نیست، در ساحه مهاجرت بسیار سوال و جواب ها بودند و ما با آنها پاسخ دادیم. روز 22 می در تاجیکستان رایپرسی عمومی درباره اصلاح قانون اساسی برگزار می شود و در صورت قبول اصلاحات رئیس جمهور امامعلی رحمان می تواند نامزدیش را به طور نامحدود به مقام پرزیدنت پیشبری کند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیوی آزادی برای تلفن های همراه.